درود به همگی. درود بر همگی. مونا جان ما برگشتیم و این دفعه فکر کنم همچین یه ذره پربارتر و تقریبا شما از راه راست برگشتین، از راه چپ برگشتین. من از وسط برگشتین. پشتک بهش میگن، حرکت پشتک. مثلا من بچه بودم خیلی جالبه، همیشه یکی از دلایلی که پیش شما نشستن که مامانم من مجبور که وقتی مهمونه بزرگه حلقه میزدن دایره هم میشستن، بعد 3 تا کار می‌کردن که پشتک می‌زدن، مدل بالریانا که کاملا مدل چرخ کامله. یکی یه جوک تعریف می‌کردن، یکی هم یه آهنگو می‌خوندن که مال تبلیغ نوشابه اوسو بود که بعداً فهمیدم اجراش ساخته آقای شهبال شب‌پره. این 3 تا کارو من می‌کردم. مثلا این گفتیم برمیگردیم پشتک رو ادامه من میدم. میرقصیدم. شما میرقصیدین؟ چقدر عجیب. احساس میکنم که چقدر فاصله است بین من و شما. نه من حرکاتم کاملا برنده بود. حرکات نه من چرخه. آره. موضوع و هنری. به هر حال خوشبختم شما رو میبینم و شما رو همینطور. به همچنین خیلی هم باعث افتخاره که ما امروز شما رو اینجا داریم در کنار خودمون. فکر کنم تا آخر این مصاحبه من دیگه افتخار نکنیم. یا تو ذوقتون میزنم حرفای انحرافی میزنم یا حاشیه میرم یا اصلا جواب نمیدونم چی بگم. نه اصلا اینطوری نیست. من مطمئنم که پسر خوبی هستم. گفتگویی که با شما داریم از یه کیفیت بسیار بسیار سپاس. قراره که خیلی خوش بگذره به خودمون. برگشتیم. خب با چی قرار شروع کنیم؟ بذاریم من با حامی این برنامه شروع کنم. خیلی هم عالیه. چون که خیلی جالبه. هنوز وجود نداره این. ما وجود داره. نه آخه ما قراره که راجع به کتاب مغازه خودکشی این دفعه صحبت کنیم، ولی برخلاف شخصیت‌های این کتاب که همگی دنبال این بودن که یه جوری خودشون رو از بین ببرن، ما با توجه به این حامی که این دفعه، این پشتیبانی که این دفعه داریم، خیلی دنبال یه راهی هستیم که با زیباتر شدن و خوشگلتر شدن و جوانتر شدن خیلی اتفاقا امید به زندگی داشته باشیم و آن جایی نیست. بله دقیقاً. و آن خودکشی نه، برای زیباسازی و آن جایی نیست جز کلینیک دکتر مهری عزیز در جمیرا که لطف کردن و پشتیبان این قسمت از برنامه ما شدن. سپاس که رفتین اپیزود و از این همه با هم دیگه میریم که بله زهر جوانی رو به صورت بزنیم و لولو بریم و هولو بیاریم. یه خاطره خنده‌دار بگم. آره. خب من برنامه موسیقی زیاد ضبط می‌کردم دیگه. بعد بعضی از خواننده‌ها خب بالای 60 سن اصرار دارن بالای 30 به نظر بیان. و همیشه این جنگ و دعوا هست. و من یکی رو ضبط کرده بودم، روی صحنه بود و بعد چون قبلا دعوامون شده و گفتم وای الان این صحنه رو ببینه آدم 60 خورده سال 58 به نظر میاد ما رو میکشه حتما. و شروع کردیم فیلترهای مختلف دنگ 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 همین انقدر فیلتر گذاشتیم که نوازنده بغلی شبیه بچه 5 ساله شد. اتفاقا من به مونا گفتم که ما وقتی میریم اونجا دفعه بعد که مراجعه میکنیم ازمون میخوان که با ولیمون بریم. آره یعنی شما جیگر میشین. اینقدر سن کم میشه چون دیگه خیلی. خانم کی بودن؟ دکتر مهری، کلینیک دکتر مهری در جمیرا در دبی که انواع و اقسام کارهای زیبایی چه جراحی چه غیر جراحی رو انجام میدن. شما اگه فکر میکنی احتیاج دارین من نوتی دماغم افتاده چه طبیعیه. من راز جوانیمو میگم. آره راز جوانی جدی میگم به خدا والا بحث خودکشی باشه. حالا نه اتفاقا اصلا یکی از علتایی که ما شما رو انتخاب کردیم اینه که به همه نشون بدیم آقا امید به زندگی داشته باشیم. سن فقط یک عدد. والا عرضم به حضور شما که باشه من جالب سن مثلا 15 16 دیروزش خاطر تعریف کردم. من خیلی کچه‌ابرو می‌پوشیدم برای قیافه‌م خیلی بیشتر از سنم بود. بعدم نشستم توی مهمونی بعد مادر یکی از دخترها اومد گفت شما چند سالته؟ شاید تحصیلات دارین؟ اسم از کلاس سوم راهنمایی هم نبودم. اینا کی بودن؟ آره و مثلا من وقتی بچه بودم خیلی بزرگتر از سنم می‌زدم. یعنی مثلا 30 می‌زدم اگه مثلا 17 سالم بود. الان برعکس شده. ولی فرقش اینه که خیلی
کار کردیم که به این روز زمین که زهر جوانیه، اولین پرکن حرکته و زهر جوانی هم بوتاکس، بعد پرکنه یعنی پرکن فیلر. میدونی یعنی چی؟ فیلر فیلر رو دیگه. میگن پرکن. بعدش هم رنگ بعد بزنید، رنگ ریش و ایناست، بعد به خودتون برسین دیگه. ببین مثلا من میدونم الان مدل ریشم اینجوری درسته. نه ولی حالا هنوز جدا تموم از شوخی، نکردم. نه من میخوام از ظاهر اگه من بیام که شوخی شما نکردم، جدی صداتون هم میگم. خیلی جوونه من دیگه. صدا برای رو اینکه چیکار کردی؟ من صدام جوونیام جیغ جیغو بود. یعنی من اولین باری که تو رادیو، چون فقط برای اینکه بگم من 35 سال پیش کارمو توی BBC شروع کردم، رادیو بود، بعد دنیای تارنما اینترنت بود و تلویزیون، همه 35 سال من اون تو بودم. وقتی اولین برنامه رفتیم ضبط کنیم که من یه آلبوم ضبط کردم به اسم میش، تنها کسی رو تمام تو لندن که کارهای محلی اصیل میکرد و آلبوم خودش داشت، یه شرکت انگلیسی هم خر شده و میتونم میگم خر دیگه اشکال نداره، خر شده ما رو امضا کرده، واسه خیلی رسمی بودن، گوش دراز کرده بود، دانکی بودیم. بعد حتی موسیقی تلویزیون میساختم، تلویزیون خود بریتانیا رو، و موفقم بودم. بنابراین BBC گفت بیا بود مسابقه کنم. مثلا مسابقه کردم از اون وقت دیگه گفتم بیا کاری برام بکن، چون جوونی من چی فکر می‌کنی راجع به بی خانمانا بود. بعد خودم صدامو که ضبط کردم رفتم گوش دادم، شما باور کنید من یادم ساعت 6 بعد از ظهر بود این اتفاق داشت توی استودیو که دیوارش موکتیه میافتاد. بعد من تا ساعت 9 و نیم نستم جمله دومو بگم. اصلا صدام باور نمیشد اینقدر صدای جیغ جیغوه. خب و بعد صدای خوش آدم میشنم بعد خندم گرفت و بعد ناراحت شدم، بعد مثلا تلفظ صدا میلرزید. واسه همین صدای من خیلی کمتر از سنم، واسه الان تازه شبیه بنجامین باتن. بنجامین باتن. آره. حالا باتن یا باتن یعنی دگمه یا ماتحت. نه دگمه است. ولی خیلی چیزی که مهمه، ببینید شما میتونید ظاهرتون بسازید، یعنی برش مهمه، برش دار. ولی چیزی که بسیار مهمه اون آتش درونه. یعنی من میتونم 1000 تا کار رو صورتم کنم، اون چشم بعد اون یه آتیشی تو درون باشه، اون رو بعد زنده نگه داریم. اون یعنی که همیشه اشتیاق یافتن و فهمیدن. یعنی من همین که الان دارم با شما صحبت می‌کنم، با شما و اون بچه‌ها دارم میرم و دکور اینجا همینجوری دارم تو ذهنم دارم اینا رو تحلیل میکنم، آنالیز میکنم. اینا شما مثلا خصوصیت‌های خوبتون چیه، اشتباهاتون چیه رو تو زندگی همینجوری دارم آنالیز میکنم. یعنی دائما فکر بعد کار کنم و همش هم تحقیق، عشق به فهمیدن. یعنی مثلا من نمیام هی از شما بپرسم راستی هوا چطوره، من حتما میرم خودم میگردم هوا رو ببینم، چون این کوشش رو از دست داد و لذت کشف. مثلا این دائما این ذهن، این آتیش تو سینه جوون میمونه دیگه. یه سری هم که خیلی مهمه، نگاه از بیرون گود. همیشه باید آدم خودش رو زیر انتقاد داشته باشه. من همیشه خودم از قیافم، لباسم، فکرم، رفتارهای مشابه مردم میبینم یکی اینجوری میشه، همه عین هم واکنش نشون میدن. مثلا الان بحث چیز بود دیگه، به جای تیزر بعد بگیم آگهی، و من کاملا گفتگوی بعد از اون میتونم حدس بزنم چیا میاد. این فقط دارم نمونه میگم. مثلا ذهن وقتی اونجوری باشه، من اون حس جوونی هست که هم حرکاته. من از مارتین اسکورسیزی تو فیلم آیریش و بارها قبل از اون تو فیلم‌های دیگه یاد گرفتم که حرکات بدن در سن‌های مختلف فرق میکنه. و از شهره که خانم باستانی کارم یا فهمیدم که خیلی از کسانی که سن بالا میمیرن تعادلشون به هم خورده، میافتن. مثلا میدونین که یکی از حالا صحبت کشیده شد اینجا، یکی از چیزهایی که ما کار میکنیم اینه که روی مهارت‌هایی که تو با ایجینگ از دست میدی کار میکنیم. سالمندی از دست میدی؟ بله، مهارت‌هایی که با هرچی سن بالاتر میره یه سری مهارت‌ها رو از دست میدی که شما اگه با ورزش روی اون مهارت‌ها کار کنی دیرتر از دستش میدی. نه اینکه مثل چروکه است خلاصه میفته، ولی با زهر جوانی دیرتر میاد. برای منم همین کار. من از اون فیلم یاد گرفتم که داشت به آلپاچینو میگفتش الان 70 خورده سالته ولی نقش آدم 52 ساله داری بازی میکنی، برای این بلند نشو اینجوری برو، بعد بلند شو بری. سرعته. واسه من اینو هی دارم تو خودم تقلید میکنم. واسه من بیشتر خستم، چون همش دارم اندازه آدم 30 ساله ورجو بوجه میکنم. خلاص هر کاری کردی واقعا این داستان طولانی ما بود. راه تموم شد مسابقه دیگه. 5 دقیقه بیشتر وقت انتظار داشتیم. 20 دقیقه حرف زدم. خب حالا اونو بالاخره ما باید میدونستیم که باید چه کار بکنیم. خب ولی شما در همین حرفایی که داشتید میزدید اصلا همینطوری رفتید تو داستان ما. چون ما اصلا وقتی که راجع به مغازه خودکشی داریم صحبت میکنیم برخلاف اسمش
کاملا در مورد امید به زندگی، یعنی شور پس زندگی. کتاب اشتباه نوشتم. نه، یه طنز خیلی تلخ، ولی به نظر من حرف شما خیلی درسته. کسایی که تو این کتاب اتفاقا مراجعه میکنن که خودشونو بکشن، کسایی هستن که خیلی جالب، اتفاقا من همه رو نکته هاشو برداشتم، کسایی هستن که تنبلن، کسایی هستن که از رنگ دوست ندارن، شوق زندگی ندارن، کسایی هستن که تنها هن، کسایی که دیگه همه امیدی داستان خود من داریم. نشد که من همش دارم تلویزیون نگاه کنم، بخوام رو تق کاری نکنم. نه اینا آدمایی هستن که افسردگی پیدا کردن، یعنی واقعا کسایی که منفعل شدن تو زندگیشون. اتفاقا جالب شما میگین، برای اینکه خودی که از قهرمانای من تو زندگی و اصلا باعث تغییر قیافه و فکر من حتی شد، ساق هدایت بود و داستان تخت ابونصرش که درباره یه شاهزاده ساسانیه که بعد از 1700 سال این تو قبر پیدا میکنن و یه ورد و جادویی روش نوشته بوده که اگه این کار کنی زنده میشه. این داستان بود که بعداً فهمیدن از فیلم مامی و داستان مومیایی خیلی قدیم‌تر از خودش تقلید شده. به هر حال سایه هدایت هم خب خودکشی کرد. بله. کتاب خیلی فوق‌العاده‌ای که دوست صمیمی نوشته بود و من خوندم و اگه دقت کنید سایه هدایت پر از زندگی اتفاقا، چون آدمی که بی نهایت زندگی، پر از زندگیه، ولی تمام درها به روش بسته شد و خب همه ما بدون شک بارها فکر خودکشی کردیم. من خودم بارها یعنی ناامید شدم و خیلی از پسرها به من تماس میگیرن که ما واقعا امید نداریم، میخوایم خودکشی کنیم. من همیشه میگم برای خودکشی وقت دیر نیست. همین الان فردا خودکشی کن، چه الان میکنید؟ هیچ چیز دیگه هم بهشون نمیگم، چون ما فردا که با همیشه اینجوری فکر میکنیم. من که تو اوج واقعا تموم کنیم بریم، میگم خب صبر کن فردا که میشه اصلا یه دفعه میگم یکی زنگ زد یه امیدای دیگه پیدا میشه، یا حتی واکنش ذهن ما به اون حجم از وحشت و افسردگی یه جور دیگه میشه. واسه همین اینه که شما دارین میگین برای خیلی پیش اومده و پیش خواهد اومد ولی فقط کافیه صبر کنید. به سیگاری هم همینو میگم وقتی میخوای سیگاری یه صبر کن، 20 ثانیه صبر کن. بعد دوستای سیگاری زیاده، این باعث شد بعضی ترک کنم واقعا. چقدر جالب. میگم 20 ثانیه صبر کن بعد بکش، بعد دفعه بعد 30 ثانیه کن. هی رو پله بری. چون میگم در اوج ناامیدی هم خلاصه یه نور امیدی پیدا میکنی، ولی این صبر است دیگه. بله صبر تا ببینیش، چون اون لحظه برات تموم شده، اون لحظه همه چی تاریکه. بله و این نکته باز برمیگم به ایران باستان، چون همیشه الگوی فکری من افکار فلسفی نیاکانه که از بین رفت ولی میتونیم جسته گریختش پیدا کنیم. مسئله صبر و عجله این درست نیکی و بدیه. داستانش از اینجا میاد که ما قبل از همین اعتقاد داشتیم، یعنی پیش از زرتشت به زروان اعتقاد داریم، یعنی زمان بیکران. بله. که سرش شبیه شیر بال داره، تنش مثل مار روی گوی وایستاده. بعد جالبه این زمان بیکران میگه یه کاری بکنن از تنهایی درام انگار. بعد یه دوقلو تو شکمشه واسه که مرده، یعنی چیز زن و مرد. این دوقلوه میگه الان بعد به دنیا میاد، یه این تا میاد به دنیا میاد، دومی میگه چرا این بعد به دنیا من میخوام زودتر، من میخوام اول باشم. از این یه دفعه اینو هول میده عقب، خودش میاد این پلیدی میشه، این تمام اهریمنا میشن، بعد دوم میشه تمام اهورا. مثلا توی ذهنیت ما الان جامعه ما رو ببینیم، میزان عجله توی گفتن عقیده و شتاب و پرخاش توی فرهنگ ما بسیار زیاده، چون فرهنگ از بین رفت، کشته شده تو این 47 سال. بنابراین کاری که میکنن کاملا عجول بودن و موجه میدونن و تو میتونی تصمیمات احساسی آنی بگیری و این قابل قبوله. همون اهریمنه. بله و این کاملا اهریمن است. برای که جامعه بزرگ، هرچی من سنم میره بالاتر دارم یاد میگیرم جلو خودمو بگیرم، خیلی بیشتر شما دستیابی پیدا میکنید موفقیت ها و بیشتر کسایی که تو خارج هستن خارجی بهشون خیلی یاد میدن. شما از موسیقی کلاسیک یاد میگیره که دونه دونه نوتا رو اول یاد بگیره، بعد مثل همه بزنه، بعد اینجوری کنه. و فلسفه کسایی که ماورای فکر ما هستن مثل دلای لاما، من متاسفم بعد مثالای خارجی بزنم چون این 50 سال بند ناف ما با خودمون قطع شده و به این مثال خود اینا اون دنیایی که اینا میبینن دنیای صبوری هستن، اونایی که حرف بزنن قد آهسته است. انقدر واقعا شیرین صحبت میکنین و انقدر واقعا حرفایی که میزنین
پرباره، من نه، که خواهش فقط دوست دارم گوش کنم. با خودکشی تا همین اخیرم یه نفر با کارگردانش صحبت می‌کردم که ایده یه فیلمی رفت بحث گفت یه روز صبح قرار بوده بره تو همین جشنواره این پیش اومد، گفت ساعت 6 قرار بوده 7 بیام دنبالش که 6 زنگ زده. این گفته چقدر زود زنگ زده، گفته زود اومد چیز تراپی بعد اومد تو همونش که پسرش خودکشی کرده واقعا. و این چون یه ساعت زودتر بیدار شده تونسته بچه رو نشاط بده. اینم نمیدونم چجور رد، ولی اتفاقات خودکشی دور و بر خودم دارم به شما میگم که بدونید. ما هممون یه جورایی همونجوری که شما گفتین یا با این موضوع حالا خودمون شخصی درگیر بودیم یا به قول شما شاید فکرش از ذهنمون گذشته، از عزیزانمون یا دیدیم یا شنیدیم. ولی همین که گفتیم به نظر من اتفاقا خیلی نکته جالبی بود. تو کتابم به همین اشاره کرده بود که حتی اگر تو توی فضای خیلی تاریکم زندگی کنی، حتی اگر تو توی فضای بسیار مسمومی هم زندگی کنی، همیشه اگه بگردی میتونی یه نقطه‌ای واسه خودت پیدا کنی. اون نگاه ماست که متفاوته. حالا نمیدونم فکر کنم شما کتابو من فقط مروری که شما گفتید بله. من فقط کتاب تحقیقی میخونم، داستانی نمیخونم. حالا ما تعریف کنیم چون گنجایش مغزم پر جا نداره. یعنی میدونی یه کتابی که کاملا یه وقت میخوندم فقط بگم شما ما خیلی شما رو غیر منتظره در این شرایط فقط بگم که من شما رو توی چی میگن گروه کتابخون‌ها دیدم که جز اون نادر انسانه هستی هنوز کتاب میخونه و دورم جمع شو حرف نه بسیار کار خوبی میکنیم، بسیار کار خوبی، من خیلی لذت بردم. خب برای اینکه وقتی که کتاب میخونیم هر کدوممون یه نقطه نظری یه نوع دایناسور هستیم. یه نوع دایناسور. نه واقعیتش اینجاست که توی این کتاب به ما خیلی کمک شد که خیلی چیزایی رو که یعنی بهش فکر می‌کردیم، یعنی من خودم جزو کسایی هستم که تو اطرافم چندین فقره خودکشی دیدم که خب بعضیاش منجر به متاسفانه فوت شده ولی بعضیا نه. ولی این که الان داشتی میگفتی که اگه عجول نباشیم و صبر کنیم، چون 2 نفر از این آدما خوشبختانه زنده موندن و بعدها کارهای خیلی بزرگی کردن و اصلا خیلی پشیمون بودن، میگفتن چرا ما اون لحظه اصلا دچار این قلیان احساسات شدیم، کاش این کارو نمی‌کردیم. بعد خب یه دوره افسردگی رو گذروندن و بعد شروع کردن به بازسازی خودشون و خیلی جالبه. من روزش یه تحقیقی می‌کردم، گفتم که مردا بیشتر خودکشی میکنن یا زنا؟ خودم فکر می‌کردم زنا بیشتر خودکشی میکنن. نه مردا بیشتر خودکشی میکنن. جالب. من پیغامدار پسر بوده. خیلی عجیبه. خب شاید خیلی کم خانم‌ها شاید شرم حضور دارن که به شما نمیگن. اونم ممکنه ولی من فکر می‌کنم خانم‌های خود قوی‌ترن. من فکر می‌کنم خانم‌ها در بیان احساساتشون هم راحت‌ترن، برای همین خیلی میتونن اگه درگیر یک احساسی هستن با آدمای دیگه حرف بزنن یا اما منزوی‌ترین پسرها خیلی چند تا علت هم داره خودکشی کردن، چند تا علت داره. یعنی یه سری مشکلات اقتصادیه، یعنی تو کشورهایی که صنعتی شدن مشکل اقتصادیه و کسایی که سلامت روانشون به خطر میفته به خاطر اینکه زیر خیلی فشار کار هستن. و من فکر میکنم چون بار مسئولیت رو حالا اگه بخوایم در نظر بگیریم آقایون بیشتر بار مسئولیت رو از یه انتظار بیشتر میره. مثلا من واقعا مثلا تو این سن دوست دارم خونه‌مو داشته باشم. این انتظار طبیعیه دیگه. هرچند ما بگیم همه زن و مرد برابرن، توی جامعه مختلف یه انتظاری از مرد هست، انتظار هست اصولا. خیلی جالبه که حالا من داشتم بازم این سوال برای خودم بودش که کجاها بیشتر داره این در واقع اتفاق میفته. کشورهایی که بیشتر توسعه پیدا کردن. آخه ببین اونا آمارای درست دارن. نه میدونی چرا؟ من اتفاقا برای ایرانم چک کردم. برای ایرانم چک کردم. هیچ آماری تو ایران چرا 5 نفر تو 100,000 نفر. ولی شما چند نفر این کارو کردن حتی خبرش نداریم. من بازم افرادی دارم که خب متاسفانه متوجه شدیم که به علت خودکشی از این دنیا رفتن، ولی خب خانواده‌ها اینو اطلاع نمیدن. اما بیشتر داستانی که برای ما خیلی جالب بود تو این کتاب خودکشی، برای من در واقع امید و زندگی بود تو این کتاب. برای اینکه یه بچه کوچیکی که لبخندو میاره توی یه خانواده‌ای که خیلی بامزه است که تو کتاب میگه بچه گربه بهتره. نه یه بچه است، یه بچه‌ای که مال همون خانواده است. اینا یه خانواده 5 نفرن و بچه کوچیکی که وارد این خانواده میشه به دنیا میاد که خیلی هم اصرار داره که این بر حسب اتفاق، یعنی تصادف، بر حسب تصادف وارد زندگی شده. این همه چیز رو
رو زیبا نگاه میکرد، یعنی زاویه دیدش رو به جای اینکه ببره روی زشتی‌ها و بدی‌ها، همه چی رو خوب نگاه میکرده. مثلا یه اصطلاح خیلی مال فیلم کازابلانکاست که میدونم الان فکر کنم نسل شما هنوز این فیلم رو نمیشناسین، نه شما. چرا یه نسل بعدی که اصلا دیگه نمیشناسه. نسل بعدی مثل اونجا نشسته میشناسه نمیشناسه. همفری بستگی داره هر نسلی چه جوری بخواد آخه اصلا. فکر کنم اون بود یه فیلم، اول فیلم با یه جمله خیلی جالبی شروع میشه. فکر کنم این فیلم دیگه بود. میگه که من الان مثل یه بچه‌ام، مثل یه نوزاد که فقط آینده است. این خیلی جمله جالبه. ببینید ما بچه فکر نکنید بچه‌ها دیگه مادر خوشش نمیاد. بچه‌ها نابغه که نیستن. بچه‌ها هنوز براشون اتفاق نیفتاده. من مثلا همه ما رسوب ایجاد میکنیم یا تفاله ایجاد میکنیم. من همیشه مثال اون سوسکای نمیگن گوگلتونی هم چیزی که تو صحراست، این پشکلا رو هی رو خود جمع میکنه، گنده با اینقدر گنده میشه خودش روش خودش زیرش میاد بیرون میشه چی میگن لاستیک چرخ خودش. ما انقدر عواقب داریم. من یادمه که من تو سن 20 سالگی مثلا گفتم من 30 سالگی هم بمیرم، 20 سالگی بمیرم مهم نیست. بعد 20 سالگی 30 سالگی اصلا میخوام بمیرم، کیف دنیا رو میکنم، کی میخواد بشه همینجوری 40 بعد پاس داریم به 50. بعد یه سری چیزا گفتم حالا مال بعدنه، بعدم پولدار میشم درست شه، بعدن این کار میکنم. من الان کاملا تو عواقب خودم دارم زندگی میکنم الان. یعنی من درست تو اون بهشت و جهنمی که سن 20 سالگی، یعنی خیلی از چیزای ذهنیت خودکشی مال این گروه سنیه. اون زمان میگه مشکل خودکشی بخوای بکنی راحت میشی. همین تو عواقبش خودم آدم زندگی میکنه. میفهمم توی این کتاب داره میگه که یه شروع تازه اینجوریه. حالا من برداشتی که از این کتاب کردم، این در واقع بچه آخر و سوم که خیلی دوست داره که خیلی همیشه در حال رقص و پایکوبی و همه چیز رو زیبا میبینه. یه مسئله خیلی جالبی هم داره که پدرش بهش میگه تو چرا همه چیزا روی دنیا رو زیبا میبینی؟ تو بیابون هم گلستان میبینی. چرا وقتی یه هواپیما میفته با خوشحالی میگی چقدر خوب، حداقل 3 نفر زنده موندن، یعنی شما همیشه نیمه پر لیوان رو میبینی. حالا من برای خودم، چون قرار برداشت شخصی بکنیم دیگه، من برای خودم این آلن کودک درون در واقع انسان هاست به نظر من. حالا شما ممکنه که سن و سالی ازتون بگذره ولی کودک برون داریم الان. کودک درون ما همیشه زنده است. من فکر میکنم که اون کودک درون، اون شوقه، اون اشتیاقه و چیزی که به نظر من آدم‌ها رو متمایز میکنه از همدیگه اینه که ما انتخاب کنیم که آیا این کودک رو در خودمون زنده نگه داریم یا نگه نداریم. من فکر کنم توی 2 جور آدم من اینا رو دیدم. یا آدمایی که سنای من هستن ولی کاملا تاریک دنیاشون، خیالشون اندازه اقتصادی راحته. اونا من دیدم خیلی مثبت میبینن و برای من خیلی جالب چطور میتونی اینجا ببینن. یکم سنای پایین‌تر. من توی همین مرخورده که اینجا داشتم یکی 2 نفر دیدم خیلی اینجوری وقت برای من انقدر جذاب بود و ببخشید میفروتم و خواستم باشون قرار بزنم، برادرش ناراحت شد چون کاملا یه جور دیگر رو میبینم. میبینم مثلا هم تو سن من میخورم زمین عصبانی میشم. چرا خودم تو اون سن میخوره زمین میخنده، ولی فقط به خاطر چیزی به نظر من تجربه. خب اینا هم شانس آوردن توی جاهای از دنیا به دنیا نیومدن که آزار ببینن یا دنیای سیاهی باشه. مثلا خیلی خوب اینجور آدما باشن ولی فکر می‌کنم تو گروه سنی بالاتر و نوع زندگی ما داریم نه حرف کودک درون رو میزنی، ولی من فکر نمی‌کنم بتونیم اونقدر کودک درون اونها رو بیدار کنیم، چون انگار به خودمون نارو زدیم یا انگار چیز کردیم، انگار خودمون داریم گول میزنیم. چون شما اگه حواستون به چند جا نباشه چیشی نیشت میزنه. چی میگن؟ زنبور. نه کی؟ یه اصطلاح کودک چیشی نیشت میزنه. متاسفانه از ذهنم این کودک درون رو خاموش کردی شما. خاموش من کارم اینه که همه رو منفی خاموش کنم، دگمه رو بزنم. اتفاقا یه جایی نشستی دوتا من استاکار این کارم. هر وقت مثبت. ولی یه چیزی حالا من تو حرفای شما به یه چیزی پی بردم. گفتی یه سری آدمی که آدمای خوشبینیان، البته آدمایی هستن که دارن توی یه محیطی زندگی میکنن که همه چیزشون بجاست و حالا از نظر یا بریده خودشون بریدن اینو ایجاد کردن. چون شما نمیتونید تو جامعه امروزی زندگی 8 میلیارده. ببین من زمانی که 15 سالم بود دنیا 3 خورده میلیارد بود. اصلا خیابونا خالی تر از این بودن. درست. اصلا یه آزمایش بود که این باز ربط داره به کتاب اینجوریه. فیلم یه جعبه گذاشتن 20 تا موش توش بود. بعد اینو کردن 30 تا، بعد 40 تا، بعد 50، بعد 60 تا.
هشتا این پرشا شروع کردن همدیگه رو گاز خوردن. گرفتن و خوردن. برای من این یک رویای چیزی نه من زیاد میخوام برگردم به یه نکته دیگه، این که اتفاقا درست، کاملا درست میگی شما، نه. ولی من خدا شکر. اتفاقا مشکلم آدمایی هن که دارن تو همین محیط زندگی میکنند و باز هم منفیان، باز هم نقطه دارن توی شرایط بسیار خوبی زندگی میکنن، میدونی؟ گوش تلخن. آره نه، دیگه، نه. بدبینی دارن، خوشحال ناراحتی، نیستن، خوشحال نیستن، سپاسگزار نیستن، خب ببین دقیقاً. توشون چیه دیگه، قدردان بشین نیستن. باشین آره. چای بخورید. من فکر میکنم برای اینکه یه شمای کلی از کتاب بگیم، یه لبی تر بکنیم، یه موزیک گوش نوازی گوش بکنیم، بریم دوباره شروع بکنیم. بریم و برگردیم. بریم. چشم. من آمدم. بای بای بی تو رفتم من بازم آمدم. آفرین، این خب خوب بود. خیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم راجع به کتاب مغازه خودکشی که اثر ژان تولی هستش، یک نویسنده فرانسوی، صحبت کنیم. برخلاف اسمش برای من کتاب بسیار امیدبخشی بوده. البته این کتاب رو خیلی از دوستای دیگه خوندن و اصلا دوستش نداشتن. یک نظر کاملا شخصیه. این رو بگیم به همه دوستان. کتاب راجع به یک خانواده 5 نفر است، پدر و مادر و 3 تا فرزند، که اینها این بیزنس رو، یعنی این کار رو از تجارت. 10 نسل، این تجارت رو از داشتم. 10 نسل گذشته دارن ادامه میدن. خیلی جالبه که بچه کوچیک این خانواده تصمیم میگیره تمام تجارت این خانواده رو ببره زیر سوال. ببره زیر سوال و برای خودش یک دنیای جدید پر از عشق و امید و انتخاب، به نظر من انتخاب درست کنه. حق انتخاب. و یه چیز خیلی جالبی هستش تو این کتاب و اون اینه که این خانواده همه دارن سعی میکنن، یعنی خیلی دارن بازاریابی شدیدی میکنن که هر چیزی که میتونه باعث این خودکشی و راحت مردن باشه رو انتخاب میکنن. ولی وقتی بچهشون میگه که من میخوام خودکشی کنم، میگن نه ما باید باشیم، تو نه. یعنی خیلی جالبه. تو باید پولشو بدی. این پولم برات بگم، خیلی جالبه که اینجا هم حتی در خودکشی هم اینجا طبقه اجتماعی هست. یعنی آدمایی که پولدارترن وسیله بهتری و راحت‌تری برای خودکشی دارن و آدمایی که متاسفانه فقر مالی دارن. آره، یعنی اینجا هم، یعنی این طنز و این به نظر من خیلی نظر خیلی ریز ولی خیلی قشنگی بود به نظرم به جامعه کنونی. حالا من یه پرانتز اینجا باز کنم چون نمیخوام قسمت بعدی کتاب بریم. چیزی که تا اینجای کتاب بر من جالب بود اینه که آدما حتی داشت توضیح میداد، حالا به طنز بود ولی میگفت حتی برای مرگ خودشون هم دوست دارن انتخاب داشته باشن و دوست دارن جوری که دوست دارن بمیرن. میدونی؟ همه اینجوری. من بعد از خوندن این کتاب به این موضوع خیلی فکر کردم که من دوست دارم مثلا چطوری باشه این چون به نظر من مردن خب یه حقه. به قول مامان بزرگ دوستم ما بهش میگفتیم اگه بمیریم، میگفت اگه مگه نداره، همه رفتن، راهی خیام رفته، همه اگه مگه ای نیست. این برای من خیلی جالب بود. ولی چیزی که زیاد دوست نداشتم تو این کتاب این که خیلی این کلمه خودکشی رو تکرار میکرد و میدونی دیگه لوسش کرده بود، یه انقدر داشت میگفت خیلی شنونده. من فکر میکنم میدونی چرا؟ برای اینکه خیلی کلمه ترسناکه. من خیلی الان نگاه نکن روی این برنامه‌مون بیپ بذاریم. ببین مونا خیلی جالبه که من اینو بهت بگم. این خیلی در همه کشورها، مخصوصا در کشور ما، خیلی تابو بود. یه چیزی بودش که اسمشو نیار. و یه سری شخصیت هم تو این کتاب اسمایی دارن که خیلی شبیه آدم واقعیه. بله از روم که مناجو میخواد بگم. ولی یه چیز خیلی جالبی هست که من عاشق این جمله‌ام که رو سردر این در واقع مغازه نوشته که آیا در زندگی خود شکست خورده اید؟ حداقل در مرگ خود موفق باشید. یعنی یک انتخاب بی‌نظیر به شما میده و این خیلی به نظر من نکته مهم
و کلیدی تو این کتابه. من قولم حرف نزنم، شما برید. و این همین که الان اشاره کردی همین که اشاره کردی تمام شخصیت‌های این کتابم از روی در واقع شخصیت‌های اصلی موفقی که توی این دنیا بودن و همه متاسفانه خودکشی کردن و به زندگی خودشون تصمیم گرفتن که پایان بدن. یکیش پدر خانواده ددی از یه نویسنده ژاپنی اسمش گرفته شده بود، یوشیما. دختر خانواده از مرلین بود که از مرلین مونرو که کراش‌العالمین زمان خودش بود ولی متاسف تا کنون 2-3 نسل ولی هنوز که ولی متاسفانه خودش با خودش خوشحال نبود و خودش همیشه میگفتش از خودش راضی نبود. این ترجمه انگلیسی از خودش خوشحال نبود. گفتم بخش این بعد دیگه بگم. باشه. He wasn't happy with himself و ترجمه که میگم از خودش راضی نبود. از خودش با خودش راضی نبود. حالا اینجوری بگم جوری که مردم اونو میدیدن خودشو نمیدید. و همیشه میگفتش که من اون جوری که مردم فکر میکنن زیبا هستم زیبا نیستم. و این خب خیلی بر من جالب بود. جالبه که تو کتاب مرلین دقیقاً یکی از مراجعه کننده ها میاد و میگه که من میخوام در واقع این کار رو انجام بدم برای اینکه من خیلی زشتم و این بچه بهش میگه که نه تو اصلا اونقدرام که فکر میکنی زشت نیستی. میگه نه من دماغم خیلی درازه، نه من فاصله چشام. میگه نه بیا یه خطکش بذاریم ببینیم چه جوریه. بعد بهش خیلی جالب میگه که خودتو دوست داشته باش و بهش یه آینه میده، میگه برو با خودت دوست شو. این به نظر من یه قسمتی بودش که یاد داد بهمون که دیگران اگه هر قضاوتی راجع به ما میکنن شاید اصلا حالا دیگران خیلی مهم نیست، مشکل خودمونیم. بعضی موقع خودمون با خودمون میشینه رو ما و ما فکر میکنیم که شاید واقعا اون مردم وقتی فکر میکنن که ممکنه یک جمله‌ای ما رو ببره به یه سویی که نباید ببره. و پسر بزرگ خانواده ونسان که از ونسان ونگو اسمش گرفته شده بود که اونم که دیگه معرف حضور همگی هست. و پسر کوچیکشون خیلی برای من جالب بود، از اسمش آلن دلون که نکش خودشو دلون که نکش خودشو. نه خب پسرم جوونه دیگه، میخواد میخواد زندگی بده به خودش. آره ولی متاسفانه پایان تلخی داره. آخر فیلمو گفت نه آخر فیلم خیلی شبیه فیلمای اصغر فرهادی بازه، ما نمیفهمیم. برداشت آزاد بذاریم برای خودمون. ولی از آلن تورینگ گرفته شده که دیگه الان در واقع پدر علم هوش مصنوعی، یعنی همین هوش مصنوعی که ما امروز داریم ما اصلا مدیون اون هستیم که توی زمان جنگ جهانی دوم کسی بودش که تونست اون دستگاه انیگما بود که آلمانیا کد میفرستادن، اون تونست کدا رو بشکونه و اون اصلا یه در دیگه‌ای به دنیای خب اینا دیگه خیلی اگه بخوایم مقایسه‌های عجیب غریب کنیم به این نتیجه میرسیم دیگه. نه میخوام حالا من برداشت نویسنده رو دارم بله. که از روی آلن تورینگ برداشت، ولی متاسفانه با وجود اینکه بسیار بسیار آدم مهمی بود توی دنیا توی زمان خودش بله و منم فکر کنم بمیرم معروف. من هر چی فکر میکنم اتفاقا 2 تا چیز من بعدش بگم چون ربط داره کتاب ربط نداره به موضوع خودکشی ربط داره و بعد آخر کتاب اینو اضافه کنم حتما. ولی این آلن تورینگ یه چیزی من راجبش میدونم، حالا نمیدونم چقدر صحت داره، گفتم شاید اینجا بگم خالی از لطف نباشه. حالا به خاطر گرایش‌های جنسی که داشت هورمون درمانی میشد و بعدش هم حالا میگن خودکشی کردی، حالا هورموناش قاطی شد هرچی. وقتی سرایدار خدمتکارش پیداش میکنه توی اتاقش، یه سیب گاز زده کنار تختش بوده که میگن لوگوی شرکت کمپانی اپل از این سیب گاز زده الهام، یعنی در واقع یه جورایی مدیون آلن تورینگ هستن تمام این تکنولوژی که حالا آدم و حوا هم سیب گاز زدن، اونم هست سیب دانشو. حالا میگم منم شنیدم که اینم یه نظر نویسنده است. نه اتفاقا این نظر نویسنده نیست، این نظر من. پس درست‌تر از نظر من درست. مرسی ممنون. و یه چیز خیلی جالبی اینجا که هستش میگه که به علت عزاداری مغازه باز است و خیلی جالب. جمله قشنگه تا خیلی چون همه ما میدونیم که در زمان عزاداری همه چیز مسکوت میمونه و خیلی خیلی جالب. این کتاب به خاطر این همه تضاد بین
چیزایی که ما بهمون یاد دادن، به خاطر اینکه ما یک سری آموزه داریم که حتی همین به نظر من شغل این خانواده که نسل‌ها داشته براشون کار می‌کرده، به خاطر این بوده که اصلا بهش فکر نکرده بودن. وقتی این بچه میاد و به اینا شور و شوق زندگی رو نشون میده، همه اینا یهویی تغییر اصلا عقیده میدن و دوست دارن که زندگی کنن. یعنی اگه قبل از این بچه یک نفر توی نسل مثلا 5 این کارو کرده بود، شاید اصلا اینا یک مغازه برای فروش لباس برای حالا هالووین داشتن. آره. برای شادی. داستان آره. ولی میخوام بگم که این چند تا چیز برای من خیلی مهم بود. این بودش که یکی از چیزایی که توی این مغازه فروخته میشد حشرات و جانورانی بودش که اینا نیش میزدن، مثل روتیل و مار و غیره و زاله، که اتفاقا به کلوپاترا هم اشاره میکنه توش. و جالب اینجاست که میگه که خیلی از آدمایی که میان خیلی تنهان، از تنهایی، و بعضی از اینا انقدر با اون حشره، با اون روتیل، با اون مار احساس نزدیکی میکنن و تنهاییشون اونو پر میکنه که بعد با اون دوست میشن و دیگه نمیخوان خودکشی کنن. یعنی اینجا باز هم داره یه چیز خیلی عجیبه، یعنی یک موجود، یک خزنده‌ای که واقعا همه بیم اینو داریم که ما رو نیش بزنه. بله. وقتی میاد و شما رو از تنهایی در میاره، اینا همش به نظر من تمثیله. حتی اون میتونه برای زندگی کردن و با شما، یعنی زندگی رو برای شما یه معنی دیگه‌ای بکنه. به خاطر اینه که این کتاب برای من جذاب شد. شاید میگم اگه هر کسی یا مثلا یک بخونه بگه وای چقدر به قول خارجی ها دارک، چقدر تاریک این کتاب، چقدر سیاهه، چقدر سیاهه، چقدر ناراحت میشه آدم. ولی خیلی این آدمی که توی این کتاب هست مثلا میفرستنش بره پیشمرگ بشه، مثل همین کسایی که در واقع عمل انتحاری عمل انتحاری انجام، اینو میفرستن به یه کمپی برای تنبیه که برو اونجا که تو خیلی بچه‌ای بدی بودی، برو و اونجا این کارو انجام بده. و اینو برمیگردونن میگن که تو چطوری برگشتی؟ میگه آخه من انقدر همه رو خندوندم و انقدر باعث شادی همه شدم، اخراجش کردن. نه خیلی جالبه، میگه که فرمانده گفت من انقدر تو داری منو اذیت میکنی، من الان جلوی تو با یک دونه نارنجک خودمو از دنیا میبرم که تو بدونی که چقدر به من فشار آوردی و به خاطر همین منو دیگه از اونجا اخراجم کردن. یعنی علت اخراجم بازم شادی و شور و در واقع شوق به زندگی بودش. یه جای کتاب گفته بود اینجا هر چیزی داریم که بتواند به زندگیت پایان بدهد جز امید. خیلی جالبه. امید خواننده دیگه. جز امید خواننده چی بود یکی از آهنگای امید جان گاهی اوقات آدمو سوق میده به با احترامی که برای ایشون من خیلی گوش دادم واقعا نه خسن من هر 30 ثانیه بعد حرف بزنم. بفرمایید. نه دیگه شما حرفا زدی. ما دیگه یکم راجع به پایانش هم میخوام بگی. ببین یه روشی بین کاهنان یا روحانیان یا کاتوزیان ما میگیم فارسیشو. شوهرخاله من بود. کاتوزیان یعنی روحانی. واقعا؟ آره. رفتنیشونه. یک متاسفم. خیلی چیز عجیب غریبیه و به اسم خودکشی خودخواسته است و بودای زنده. الان من اسمش در بودم هستش سوکوشینو بوتسو. سوکوشینو بوتسو. کاری که میکنن یه دفعه تصمیم میگیره. من اینو کی دیدم یک اسکلت توی تخته، واقعا اسکلت با پوسته. بعد یه دفعه دستش میره بالا که میاد چیز میکنه. من گفتم این حتما هوش مصنوعیه. و رفتم ترک کردم نه واقعیه. اینا توی مرحله بعضی از کاتوزها میان خودشون رو زنده میکشن. زنده مومیایی میکنن. به این صورت که اینا شروع میکنن به یک رژیم خاصی از یه سری تمشکا و یه سری پوسته های درخت و غیره، این شروع میشه بدنش به تدریج خوش میشه و یه چای مرگباری روش میخورن که شبیه اون لاکی که میزنن، قرمزی که میزنن، اینا هم میخوان و به تدریج اینا هیچ کاری دیگه نمیکنن جز این. و به تدریج اینا به این مرحله میرسن که تمام عضلات داره از بین میره و بدن داره خوش میذارشون توی تابوت چوبی یا توی یک آرامگاه سنگی و در رو میبندن و فقط یک سوراخ کوچیکه. این به تدریج
خاموش میشه و به تدریج مومیایی میشه زنده و میمیره، ولی میمونه به صورت یه آدم خیلی، یعنی شبیه مومیای مصری و بدناشون هم هست تو جای مختلف. این دیدم که خیلی عجیبی راجع به خودکشی خودخواسته مومیایی شدن، زنده مومیایی شدن. و یه چیز دیگه هم راجع به شادی بگم، چون این در ضدیت اصلا یه چیز خیلی معنوی و فوق‌العاده است این چیزی که الان گفتم. و زمانی هم که ما عاشق میشیم، من یه دوره خیلی ربط داشت به شبیه به همین ولی بسیار ملایم‌تر، که شما وقتی خیلی عاشق میشین اگه دقت کنین اشتهاتون کور میشه. بله. خب بعد نمیخوری چی، در حدی که من آدم دیگه به لرزم حتی میفته، پر از لذت دیگه. من یه بار تقلید کردم، گفتم بیاین کارو بکنم برای یک جور چله نشینی غیر مذهبی و شروع کردم از این ایده گرفتن. این برعکس گفتم حالا غذا نخورم هیچی، بعد موسیقی هم میزدم، بعد شعرهای مختلف راجع به دنیا رو جوری دیگه، مثلا درخت و زیبا دیدم، مثلا نور و زیبا دیدم. بعد به تدریج این به طور مصنوعی به وجود یه جوری شده بود که من در طول روز شاید چند چیز کوچیک می‌خوام و همش حالت قیلی‌ویلی می‌رفتن، یعنی از گشنگی هست انگار نمیتونی تکون بخوری، بعد یه شادی عجیب غریبی تو دل من شکل گرفت. و این و بعدش هم به جنسیت من فکر کنید تو سن 23 4 سالگی که اوج افکار کثیفه ما افکارمون نش، و این خیلی 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 سخت بود. ولی بعد از یک ماه به این مرحله رسیدم که اصلا جلوی شادی خودم بگیرم و بی‌نهایت اون موقع فقیر بودم، یعنی من در حد مثلا میتونستم فقط برنج بخورم با شکر و پول حتی کرایه خونه شد. و بعد به مردم نگاه می‌کردم، دختر پسر چه اینا مسخره‌ان، چقدر فکر می‌کنن مثلا از همدیگه می‌خوان لذت ببرن، چون این لذت رو پایین به نظر میاد. و این به مرحله رسید تقریبا حتی مرگ. این مامانم رسید گفت تو وایس بخور داری میمیری. و این خیلی جذاب بود. گفتم فقط اینو بدونیم با تجربه نیر دث نزدیک به مرگ حالا بود. خیلی جالبه که من قبل از اینکه بخواستیم ضبط رو شروع کنیم، من توی کلاسای کتابخوانی که داشتیم یه چیزی راجع به شادی کشف کردم. می‌خواستم این شادی رو بعدش بگم. شما حالا جالب اینجاست که مثلا نمی‌دونستم شما می‌خوای راجع به شادی صحبت کنی و من اینو از بین لابلای اون نوشته‌ها و اون سرچ‌هایی که کرده بودم، جستجوهایی که کرده بودم پیدا کردم. گشتایی که زده بودم. بعد خیلی جالب بود. آخه ما آره، معنی شادی رو یه چیزی دیگه همیشه تو ذهنمون دارید دیگه. نوشته بود شادی چیست؟ حالا سوالی که پرسیده بود. حالت مطلوب روحی و اوج هستی با فضیلت و دانایی، یعنی همراه با ببینید شما وقتی که به اون حالی میرسید که میگید من خیلی شاد شده بودم، به نظر من به یه اون حال فهم که باید بچه‌م شاد بشه، این یک نوعی از شادی. نه حالا ادامه داره داستانش و میگه که شادی وقتی که در رأس و و مقابل اون ترس و غم نیستش. بعد یعنی شادی با شکرگزاری همراهه. چقدر جالب، مقابل شادی ترسه، آره غم نیست. و شما اینو یه جمله خیلی و شما شکرگزار بودی، میگی شما خیلی احساس بله. میدونید آدم چرا خوشحال میشه؟ حتما شکرگزار نبودم، چون اینا خود جنبه مذهبی داره من نداشتم. نه ببینید حالا منظورم اینجاست که خدای شکر. نه شکرگزاری اصلا برای من تعریف دیگه ای داره. شما قدر یعنی قدردان تمام اون لحظات و اون خوشی‌ها. بله و من یه لحظه بود که یه سیبو گاز زدم و انقدر در این لذت بود. بعد تازه اونجا نقاشی سراب سپیری رو فهمیدم. سراب سپیری یه سری نقاشی بی‌معنی کشیده، شبیه عکسای کیارستمی، بدنه درخته. من یه دفعه اینو تازه درک کردم که این زیبا، یعنی احساس می‌کنم این پر از زندگی این شکل. اما حواس از اون به بعد من تو خیابون رو میرم هیچ وقت تنها نیستم، یه سنگ پر از زندگی، پر از داستانه. بسا جان برگردیم به کتاب. دقیقاً آلن قصه ما آلن قصه ما تو این شرایطی که شما بودی. آره؟ یعنی به خدا دقیقاً میاد میگه که من تو بدترین شرایطی که توی اون شهر داره بارونای اسیدی میاد، کل شهر توی فضای بسیار بسیار اندوهگین و غمگین و ناامیده. آلن دقیقاً همینه. دقیقاً وقتی داره راه میره به تمام چیزا، یعنی مامانش که غذا درست میکنه با وجود اینکه غذای خیلی بدیه ولی شروع میکنه از بوی خوبی که غذا داره تعریف میکنه، یا اگه بوی بدی میده از مزه خوبش میگه. و دقیقاً همینه، همین قدردان چیزای کوچیکه. بله، سوسن هم یه آهنگ خونده میگه خوش به حال دیوونه که همیشه خندیده. خب من که چه اشکال داره؟ دیوونگی هم یه دیوونگی هم. بعد میدونی شادی چیه؟ شادی احساس کافی بودن درونیه. شما وقتی الان میگی که آدمایی که میدیدم که میگفتن وای چقدر اینا سطحی نگر شدن،
برای اینکه شما انقدر در درون خودت احساس کافی بودن بله، می‌کردی که این کامل آدما بودن. پس معنی شادی درست بود. بله، برای من- آدم مسن‌تر، بله، برای بچه‌ها میدونم مثل عشق خب آخه مادر، شما عشق که میدونی وطن. که مدل بنجامین باتن باتن بوده یعنی دگمه. دیگه. حالا ایستم فوری بگم خیلی شما جالبه از که پیری رسیدی به جوانی، سیر برعکس داری. دقیقاً فکر کنم اینجوریه تا وقتی دکترای خوب دورم باشن. این نه آقا صدا. ایرانی‌ها بدون شک این شادی اصل ایرانی بودنه. واسه همین من جشن‌ها رو بسیار روش تاکید دارم. ما هر ماه جشن داشتیم و این خیلی مهم بوده. جشن باعث شد خانواده با هم بیان، محله دور هم باشه، همدیگر دوباره ببینن، بیاد بیارن و شاد باشن. و این فرمان شادی توی نوشته داریوش هم هست تو کتیبه ساخت کانال سوئز که روی مجسمش تندیس نصفش توی ایران باستان، موزه ایران باستان میگه که خلاصش میگم اهورا آسمان را آفرید، زمین را آفرید، دریا را، مردم را و شادی را برای مردم. یعنی دقیقاً آنی خلقت اینه. و یک جمله از یک فیلسوف ایتالیایی که کتاب به نام گل سرخ نوشته، فرانسیس اکو فکر میکنم، که آخر داستان من در این خلاصه میگم که کاملا گویای این کتاب که از اتفاقا کسایی خودکشی میکنن از من خیلی جرأت دارن، اینم بهتون میگم کسایی میترسن میتونن. خب بهزاد جان، یه چیز خیلی جالبی که گفتی و اینکه در مورد ایرانی‌ها که واقعاً مدیون ما داریوش و در واقع کسای نیاکانمون هستیم که ایرانی سابق بله بله و حتی کنونی ها که ما جزوشون میشیم، این بوده که همیشه دوست داشتن که همه با هم باشیم، کنار هم باشیم. و دقیقاً خیلی جالبه که تو این کتاب خیلی اشاره میکنه که مردم به خاطر تنهایی میرن و این کارو میکنن. حالا تنهایی یعنی از جمع دور بیفتی. حالا منظور این مثل کشور حالا ژاپن نیست که مردم واقعا بی کس و کارن. با بعضی موقع ها شما کس و کار داری ولی تنها افتادی. یه تحقیقی هاروارد کرده که یکی از قدیمی ترین تحقیقات و طولانی ترین تحقیقاتی که در دنیا انجام شده از سال 1938 در مورد روابط نزدیک انسانی بوده و در این تحقیق به این نتیجه رسیدن کسایی که روابط نزدیک انسانی داشتن، کسایی که خانواده داشتن، دوست داشتن، همسایه داشتن، معاشرت داشتن، دقیقاً این آدما خیلی بهتر، طولانی‌تر و با روح و جسم سالم‌تری زندگی کردن. درسته. یعنی باعث شده که کیفیت زندگیشون بیشتر بشه و کمتر دچار مریضی بشن. این تحقیق رو شامپانزه هم حتی کردن. حالا دیگه انسانی شده اصلا دیگه این انسانیه یعنی و هنوز هم دارن انجام میدن. یعنی اگه اصلا از انسانیت هم بریم بیرون، نه خیلی درسته. واقعا یه تحقیقیه که خیلی جواب داده و میبینن. حتی یه چیز جالب بگم، بچه‌هایی که توی زندان بزرگ میشن ولی در کنار پدر مادرشون، خیلی این تحقیق بود، کتابش حالا بهتون میگم، به مراتب بچه‌های خوشحال‌تری ان تا بچه‌هایی که خارج از زندان ولی توی یک محیط سمی بدون خانواده و بدون پدر و مادر دارن بزرگ میشن. من توی این چند وقت این شانس رو داشتم، دلم میخواد که اینجا واقعا ادای دین بکنم به چند نفر که دارن پادکست‌های خیلی خوبی توی کشورمون دارن واقعا پر میکنن، که یکی از اونها مرضیه رسولیه. مرضیه رسولی 2 تا پادکست داره در مورد کسایی که در واقع صاحبان یعنی در واقع این سوگ هستن، عزیزانشون رو به خاطر خودکشی از دست دادن. و پادکست دومی راجع به این هستش که کسایی که خودکشی داشتن و این نافرجام مونده. و من دوست دارم که واقعا آدم از هر دو بعد به این مسئله نگاه کنه، چون این کتاب داره دقیقاً ما رو سوق میده این که ببینیم این موضوع بده خوبه، یعنی هر کس از زن خود شد یار من دیگه. و من فکر میکنم که واقعا آدم باید یه ذره بیشتر روی این مسئله دقت کنه که ببینه چی کار میتونه بکنه، چه چیزی باعث میشه که این اتفاق میفته و چه کارهایی ما میتونیم بکنیم که نیفته. و یه چیز جالب دیگه هم که هستش اینه که خیلی ممنونم از کسایی که انقدر جسارت دارن و شجاعت دارن که اگه این کارو کردن میان و در برنامه‌هایی مثل آقای مهراد اسکوئی تو برنامه اکنون و میاد میگه من این کارو کردم به این علت این کارو کردم و بعد
دیدم من این کارو زندگی کردم. ارزش آره و موفق میتونم نشدم. بگم؟ بله چرا که من نه؟ یه دفعه بچه بودم، بعد الکی به خاطر اینکه اتنشن بگیرم یه ملافه کشیدم رو، یه دونم کاغذ روش نوشتم من خودم رو کشتم بذارید بروم، بعد با سنجاق قفلی کاغذ رو چسبوندم روی ملافه. بعد مامان بزرگم خدا بیامرز اومده کتک رد حسابی. گفتش که وای مونا جان چیکار کردی؟ آقا اینا منو بردن گلاب بروتون تا دست تا کجا تو دهن من که بالا بیایی. گفتم بابا دروغ بود والا دروغ. اتفاقا خیلی نکته جالبی و دقیقا گفتی. فقط برای اینکه توجه، برای اینکه بهشون توجه، حالا خودت داری میگی برای اینکه به توجه زیاد می‌خواستی. اگه این منطق هم داره دیگه، وقتی تو با گروه هستی توجه می‌بینی اون حالت انزوا رو نداره. خیلی جالبه که این آقای واقعا من خیلی براشون احترام قائلم، آقای مهرداد اسکوئی میگه من در 15 سالگی این کارو کردم، در دریا خودم رو در واقع سعی کردم غرق کنم، به خودم کلی سنگ آویزون کردم که برم ته آب و 2 نفر که داشتن اونجا حالا کاری داشتن، حالا شنا میکردن، حالا حضور ذهن ندارم، آدم من نجات دادن و زدن تو سر و صورت من که من بهوش بیام، گفتن دیوانه چرا این کارو کردی و منو گذاشتن و رفتن. و این خیلی جالبه و میگه همون موقع طنز جالب این دنیا رو شما گوش کنید ببین چقدر زیباست. همون موقع یک پیکانی اگه اشتباه نکنم پر از آدم آمدن کنار دریا و شما چون سال‌هاست که ایران نیستید میدونید ما خیلی محدودیت داشتیم و یهویی از یه پیکان ممکن بود 7-8 نفر پیاده شن در شمال. کم میگفت یک سری آدم پیاده شدن و خب دیدم محیط مناسبه، خیلی هم عالیه، کسی نیست میتونن دلی به دریا بزنن و اومدن و موزیکش آرام شبره بشکن و بالا. میگه منم اونجا معذرت میخوام بالا آورده بودم و حال بعد اینا اصلا به من توجهی نکردن، زدن و رقصیدن و رفتن و من به خودم گفتم من کجا اینا کجا؟ من کجام و اینا کجان؟ و اگه زندگی انقدر جالبه و میتونه انقدر هیجان انگیز باشه پس من برم دنبال زندگی کردن. آلن قصه ما. حالا اینم آلن قصه ماست. یعنی واقعا من فکر میکنم که هر کدوم از ما ممکنه که یه روزی آلن باشیم، یه روزی مرلین باشیم و یه روزی تصمیم بگیریم که ارنست باشیم. ارنست داماد خانواده بود. قرار بود داماد بشه، ما دیگه به جشن عروسی نرسیدیم. خانم باردار بود. بله مرلین گفت اگه من بچه داشتم اسم بچه‌مو میذارم یا آلن یا آلنه. خیلی فکر کرد دنبال اسم دختر گشت. اسم خیلی عجیب، حمیده، امیده. اینو تو تاجیکستان شنیدم، خیلی دختر زیبایی بود، عجیب. امیده اولین بار میشه یه هی گذاشتم دیگه کاخش راحت کرده. خیلی خلاصه که یه ذره پایان این کتاب برای من جالب بود، خیلی پایان شوکه کننده ای داشت، خیلی پایان عجیبی داشت، میگم مثل فیلم‌های هندی اصغر فرهادی بود، خیلی پایان بازی داشت. اصلا من نفهمیدم که چرا اینجوری شد. بعد خیلی راجبش فکر کردم و گفتم که حالا شاید رسالتی داشته که تموم شده، شاید می‌خواسته نگیم که چی شد که مردم قبلش گفتن آخرش. نه حالا داستانش عقب میتونی درست صدا رو پخش کنی. نه حالا یه چیزی بهتون بگم، داستانو تهشو نگیم و من حالا به عنوان کسی که حالا من منتقد این بودم که نه این خیلی هم جذاب بود، چون فکر میکنم که یک جایی رسالت ما تموم میشه و ما باید بریم و آدما رو بذاریم که به حال خودشون که انتخاب بکنن. من دوباره تهش به داستان انتخاب رسیدم، یعنی رسالتش رو انجام داد. من خیلی موافق نیستم، برای اینکه باز هم این آلاخ میگی نگو دیگه چیکار دستای من بستین نمیذاری حرف بزنم. متاسفانه منو بستین. من خواهش میکنم هر کسی که داره این اپیزود میخوام بگم نمیتونم، پایان قصه رو میخوام بگم نمیتونم، آخه من زندگی سخته، همین سختی ها باعث میشه آدم سمت خودکشی بره. دنیای رسانه بعد اون مسئولیت حس کنه که دیگران ندارن، با اون سخنوریه. درسته. اون چیزی که به خاطر آماتور شدن و همه میتونن تو رسانه خودشون داشته باشن، میزان خرد پایین هم توش اومده و اصلا از زبان انگار ارزش نداره، که زبان هویت و فکر مردم دیگه. درسته. اون سخن آخر ما. من فکر میکنم که هر کسی که خانم مهری رو استفاده کنید، کلینیک خانم مهری رو. خانم بیب. البته من به عنوان یک مدل که پیش خانم مهری رفتم، ولی من پرکننده نزدم. پرکن نزدی؟ پرکن نزدم. ولی یه چیز جدیدی اومده که نه اسمش یا در واقع یک بوستره که در واقع به شما کمک میکنه که
تمام مواد هیجانی مغذیه که همون یه نوع ویتامین مثل ویتامین من از اون زدم درمانیه. اتفاقا. خیلی عالی. تو رو خدا بذاری این کلام نه، من نه، منعقد تموم بشه. کن کتابو دیگه. تمومش کن. نه، تمومش کن. تمومش کن. من شروع میکنم ولی لطفا قبلیانا پخش کنیم. حتما. باش. چاخان. به خدا اگه پخش نکنی. خب 3 2 1 جدی باشین. من خواهش میکنم از هر کسی که این قسمت رو قرار گوش ما بزنه. خب ما این کتاب خیلی غمگین رو با رقص و پایکوبی و شادی و یه آهنگ خیلی امیدبخش به پایان میرسونیم. هر کی دلش میخواد ببینه آخر کتاب چی شد لطفاً بره بخونه. اگه نظری داشت بگه. بخونه. آره بخرید. در بخونین به ما. من دوست دارم که اینجا خیلی دوست دارم که به کسایی که به من لطف کردن و باعث شدن که کتابو من گوش کنم و لذتشو ببرم یه سلامی بدم به هوتن شکیبای عزیز. هوتن شکیبای عزیز که واقعا با هنر خودش همزاد پیدا جای چون اون نبودین جای من صحبت کنید. برای اینکه شما واقعا برای من ارزشمند بودید و هستید و ایشون هم هست. نه من گفتم من شما رو از وقتی بچه بودم شما رو دنبال میکردم و واقعا باعث افتخار. اینو جدی میگم. اینو خانم گوگوش خیلی ناراحت میشن که وقتی بهشون میگیم ما از بچگی شما رو. نه من خوشحال میشم. ولی واقعا من من وارد بحث شما ادامه بدید. نه ایشون یه دکتر مهری دارن لندن من فکر میکنم. دکتر مهری رو چی میگفتین؟ دیگه خلاصه بعد برای اینکه دیگه خیلی هم خوشحال‌تر بشیم همه و احساس شادی بکنیم به نظرم زیبایی باعث میشه که خیلی خیلی این یه چیزی میخوام اضافه کنم. میگن که میدونید چرا خانوما آرایش میکنن؟ برای اینکه خیلی من مواظب باشین. هشتگ بدم مورد هشتگ. نه برای اینکه خانوم ها به عنوان اینکه وقتی که زیبا هستن در خودشون این حس رو دارن که سلامتن. یعنی سلامتی برای خانوما به عنوان اینکه انتخاب بشن از طرف مقابلشون. چون از زمان قدیم خانم‌ها به خاطر این انتخاب می‌شدن که دیگه بس. نه به خاطر اینکه همیشه مردا دنبال زن‌هایی بودن که سالم باشن، بتونن باروری خوبی داشته باشن. این درسته ولی می‌دونید مردا زیبا باشن. مردا دنبال این چیزا نبودن. یعنی مردا دنبال اینا بودن، خانم‌ها دنبال کسی بودن که بودن و هوس‌باز. نه مردا واقعا دنبال این بودن که یک زنی انتخاب کنن که سالم باشه، زیبا باشه، که بتونن نسل بهتری رو در واقع داشته باشن. بنابراین زیبایی برای خانوما علتش اینه که میخوان نشون بدن که ما همچنان جوونیم، همچنان تواناییم. حالا باروری چشتون دراد. هر کی نمیتونه بره بوستر بزنه، که پر کننده بزنه. من خواهش میکنم که هر کسی که این قسمت رو گوش داد و در واقع کنجکاو شد که بره این کتاب رو بخونه، حالا یا نسخه صوتیشو که هستش توی بازار بگیره و گوش بده، برای ما نظرش رو حتما بنویسه، با موشک بفرسته، تلفن میذاریم زنگ بزنه، خلاصه یه جوری نظرش رو فکس دیگه دموده رو میخوام بگم نمیدونم چی میشه، اما افتاد دیگه. آره دیگه فکس و نه، ولی راههای ارتباطی دیگه ای هست و من واقعا به شخصه خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو بشنوم، به خصوص قسمت در رابطه با قسمت پایانی کتاب. البته من بیشتر دلم میخواد که راجع به صحبت‌های بهزاد عزیزم خیلی نظرایی که مردم میدن رو بشنوم. آره چون که من در نهایت به این موضوعی بازم دلم میخواد اشاره کنم که حتی اون آدمایی که دلشون میخواسته خودکشی بکنن و مومیایی بشن، مومیایی شدن برای این بوده که دلشون میخواسته در آینده دوباره ظهور پیدا کنن، حضور پیدا کنن. بنابراین اونها هم دنبال زندگی بودن. بمونی برام. و دیگه به نظر من به سلامتی اول از همه زندگی و اینی که دور هم بودیم و تونستیم یه روز خوب داشته باشیم. به سلامتی آب بنوشیم. بله. این آبه ها خدا شاهده. دروغ میگم، من شامپاین. به سلامتی زندگی. شامپاین گرونی هم بود. و تمام. سپاس.